خندم چی رسم میکشه؟ وای چقدر مقبول کشیدی. خب میگی حالا من چی کنم؟ یکی از مستم یا تو؟ مستم. خیال رسم مرا بکش. نجیب محافظه را خانه‌شان رمان کن. امشب مهمان داریم. درست است آقا. نمیتونی از پیش من فرار کنی. خدا پد کردن تیر میخوری. خطا خورد. مونده نباشین. زیاد خنده دار بود. شیر بچیم بیاده بغل پدرت. آی جانمیش. یایید بچیم یایید. ای ساتریا را بس که برو یکم آرایش که قوارید سهی انسانوار مالم شود. چی شده ایشان؟ چیرین بد معلوم میشه؟ ناراحتت ساخته؟ اگه زیاد ناراحت شدی پس بهتر است بری به ودت بگویی که ظلم نکنه. ببین این قسم گپ نزن ودت قار میسازی. بهتر از چوب باشیشن. بانک خودش جواب بده. تو مایه این ننگ و شرم خانم هستی. نفس بیبی زندگیم حالا برو یه رقم خدا آماده کن که این زخمایت معلوم نشه. درست است؟ برات خود زنگ زده بودم که امشب مهمان داریم. به خاطر چی مهمان دعوت کردی؟ بچه ما دیروز زیاد جگر خون شده بود. گفتم خوب از کت دختر مهمانا ساتیری کنه. با بچه‌م یک دوست پیدا کردیم. خنده خو کجانم. دوست پیدا کردن کدام سامان بازی نیست که خرید خانه بیاریش. ما را در خانه زندانی میکنی، باز به خاطر خوشی بچت برش دوست پیدا میکنی. این کارات کاملا بیفایده است. چرا به نظرت چرا ما تو را در خانه زندانی کردیم؟ به خاطر که منتظر فرصت هستی که از خانه فرار کنی. به نظرت چرا میخوایم فرار کنم؟ فکر نمیکنی که به خاطری است که ما را به زور در خانه قید کردی؟ نفس ببین ودت کوشش میکنه که آرام باشه. تو هم دیگه گپ کلان نکن لطفا. عزیزم لطفا میخوایم فقط برای امشب مثل یک فامیل خوشبخت رفتار کنیم. این فامیل از شهر سورمن آمدن. بخیر شریک کاری میشیم. خانمشان میه کی میفهمه که همراهش دوست بسیار صمیمی شوی. حالا یک دانیم برو دیگه آماده شو. من خب برات گفته بودم که چندان فکر خوبه نکدی بیادر جان. او هم حق داره. کل روز در خانه قید است، هیچ جایی نمیره. از همین خاطر سرم قار است. وقتی قار می باشه اعصاب من خراب میکنه. نفس زندگی مهمان آمدن. نفس نفس برات گفته بودم که دروازه را بسته نکنی. دروازه را باز کن. باز کن. بسیار مقبول شدی. جان مادر حالا بیا که بریم. پیش از نان میخواین چی درینک کنین آقا مصطفی؟ لازم نیست. میگه ترینک میخواین؟ این ترینک دیگه چی است؟
نمیفهمم که درنگ چی مانا داره، اما اوشو فکرم طرفی زن است. خوب میفهمم چی پلان داره. من که میبینم چهره زنای 40 ساله واره شده. خوب است که آراس ما پیدا کردم. خدایا تو خو میفهمی به خاطر که ایره قار بسازم کتش مذاق میکنم. طاهر هیچ وقت عروسی نکنی، اگه نه زن بیچارید از دست مادرت کتر باران میشه. بله مهمانای عزیز ما، یا مقبول ترین زن دنیا یعنی خانم و یا بچه‌ام یهید است. نفرجان یا فامیل کالاری است که همراهشان یک شراکت کاری را شروع میکنم. خوش آمدین. خوش باشی یانگا جان. خوش آمدین. زنده باشی دختره. خوش آمدی. من نفس هستم. نام تو چی است؟ بیبی وان بچیم یهید است. برو کتیش معرفی شو. شما هم خوش آمدین. خوش باشی جانم. و همو تو شما هم خوش آمدین. لطفاً بفرمایید نان آماده است. لطفاً. حالا بریم. حالا بفرمایید لطفاً. نام خدا بچه‌تون بسیار هوشیار است. امی قسمت اصلا بسیار دختر ناز است ماشاءالله. چقدر خوب میشد که مام یک نواسه بچه همه داشتم، اما آروسیم دختر به دنیا طاهر بچیم بخیر آروسی کنه یرمانم پورا میشه. اصل عکسایی که امروز گرفته بودیم به یهید نشان بده. بدین ببین یهید ما امروز به قصر عروس رفته بودیم. آی تو خدا استانبول زندگی میکنی، حتما در اینجا زیاد رفتی. بچه‌م بگو که چقدر زیاد رفتیم. اگه قار نمیشی میشه بریم بگویی که دیگه کجاها رفتین؟ یهید اول نانت خلاص که بچه‌م کجا میری؟ یهید جان مادر چیزی نشده. آرام باش. صبر من جمعش میکنم. درست دیگه. جان مادر نترس، چیزی نشده. درست است. چی است؟ با تو چی دست میلا کو؟ راستش کالای یهید تر شده. با اجازهتون میرم کالاش تبدیل میکنم. سیز جانم حالا برو کالایش تبدیل کن، زود بیا. حالا بیا. سنبول بیا اینجا را پاک کن. مام یک دفعه میرم. بچه‌م زیاد ترسیده. نفس. جان مادر تو همیاله برو کالای بکش، ما هم زود میاییم. درست است؟ اما وعده میکنم تا کالای بکشیم ما هم زود میاییم. چرا کبودی دستت با بچه نشان دادی؟ من خو نشان ندادم، خودش دید. چرا پاتش نکردی؟ کاری که تو میکنی مشکل نیست.